قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با یک دیگر از سلسله برنامه های جایگاه سنت در اسلام خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز را در استودیو با خود دارم که در قدم نخست سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب دکتر تقدیم نموده و ایشان را یک بار دیگر به برنامه خودشان خوش آمدید میگویم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش و خرم و سعادتمند باشید. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و الله تبارک و تعالی را سپاسگزارم که بار دیگر فرصت عنایت فرمود تا در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در راستای خدمت به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آشناسازی با مصادر مهم حدیثی در خدمت شما و در حضور شما با شما بوده باشه. جزاکم الله خیرا. تشکر جناب دکتر مبارز. بیننده های عزیز، البته در هفته گذشته روی منهج امام ابن حبان رحمه الله در کتاب صحیحشان که معروف به صحیح ابن حبان هست صحبت هایی داشتیم. البته جناب دکتر فرمودند که امام ابن حبان رحمه الله در ابتدا کتابشان را به 5 قسم بزرگ تقسیم کرده که عبارت است از اوامر، نواهی و همچنان اخبار و اباحات و افعال. و این 5 دسته بزرگ امام ابن حبان رحمه الله تمام احادیثی را که در این کتاب درج کردن و آوردن به همین 5 قسم رئیسی تقسیم میکنن. سپس هر قسم از این اقسام 5 گانه را به انواع مختلف تقسیم کردند که قسم اوامر را به 110 نوع و همچنین قسم نواهی را به 110 نوع و قسم اخبار را هم به 80 نوع و همچنان الاباحات را نیز به 80 نوع و افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به 50 نوع تقسیم کردند. البته جناب دکتر در هفته گذشته گفتن بعضی ها از این تقسیم و یا از این ابتکار جدید را که امام ابن حبان رحمه الله در تألیف کتاب صحیحشان انتخاب کردن، بعضی ها فکر میکنند که این یک تقسیم منطقی و فلسفی باشه. اما جناب دکتر گفتن که قسمی که امام ابن حبان رحمه الله خودشان در مقدمه کتابشان ذکر میکنه، از آنجا معلوم میشود که این تقسیم فلسفی نبوده بلکه یک تقسیم اصولی و حدیثی می باشد. امروز نیز با شرح همین منهج ابن حبان رحمه الله در کتاب صحیحشان میپردازیم که امام ابن حبان اقسام 5 گانه را وقتی که به انواع مختلف تقسیم میکنن به کدام اعتبار آنها را تقسیم میکنن، چه چیزی را مورد نظر گرفته. قسم اوامر را به 110 و قسم نواهی را به 110 و قسم اخبار و اباحات را به 80 قسم و قسم افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بر 50 قسم تقسیم میکنن. چرا؟ با کدام ویژه یا با کدام خصوصیت چه چیزی را مراعات نموده امام ابن حبان رحمه الله چنین تقسیماتی کردن؟ جناب دکتر میشه برای ما شرح بدین که چرا امام ابن حبان رحمه الله اقسام 5 گانه را به انواع مختلف تقسیم میکنه؟ البته برابر هم نیست. قسمی که اوامر و نواهی را به 110 قسم تقسیم میکنه، اما اخبار و اباحات را به 80 قسم و افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بر 50 قسم تقسیم میکنه. چی را دیده امام ابن حبان رحمه الله چنین تقسیم بندی میکنن؟ چه چیز پیش اونها معتبر است در این تقسیم بندی؟ الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بینندگان عزیز و گرامی، قسمی که هفته گذشته در برنامه گذشته که با ما بودید با منهج ابن حبان رحمه الله، منهج اساسی ابن حبان رحمه الله تعالی در کتابش و اسلوب تقسیم و ترتیب کتابش آگاه شدید که ابن حبان رحمه الله تعالی بر اساس اصولی و قواعد و ضوابط اصول فقه کتاب خود تقسیم کرده بر 5 قسم که واضح هست از همین که نامهای هر قسمی که گرفته شده واضح هست اوامر آنچه که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان آمده. و جالب هم این بود که ابن حبان رحمه الله تعالی وقتی که ذکر میکنه اونها را به عنوان فرمان الله تبارک و تعالی ذکر میکنه یا حکم الله تبارک و تعالی. و در نوع دوم بود که میتونید که شما اگر برای بینندگان عزیز همون صفحه 64 صفحه 63 به نمایش بگذاره تا درست است. فرید جان لطف نموده صفحه مانیتور مرا اگر نشان بتین. اینجا تقسیماتی که امام ابن حبان رحمه الله کردن، اقسام 5 گانه را که ذکر میکنن اینجا هست. میشه فرید جان نشان بدی؟ بله. خب ادامه بدین جناب دکتر. خب پس در نوع اول اینجا قسم اول اوامر که بود، بله. اینها را تقسیم کرده بر 110 نوع. بله. این برمیگرده به اصلا نوع ورود اوامر در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مقتضای از او از مخاطب، حکم او امر از احکام شرعی که او امر آمده برای وجوب و فرض آمده یا امر آمده برای اباحت و ارشاد، ندب آمده برای استحباب آمده یا که برای اباحه و ارشاد آمده. یک جهت است. درست. جهت دیگری که ابن حبان رحمه الله تعالی در او واضح می‌سازد این هست که وقتی که لفظ امر در او آمده به وجوب و فرضیت برای بیان فرضیت. بله. این نکته هم جالب هست که ما به این خواهیم پرداخت، چون نکته های خیلی مهمی هست که ابن حبان رحمه الله تعالی بنیادگذاری میکنه در ای و ذهن سازی میکنه در عنوانهای خود. بله. فرید جان لطفاً اگر میتونی فعلا صفحه مانیتور برای نشان بدی، قسمی که جناب دکتر اشاره کردن اینجا امام ابن حبان رحمه الله اقسام 5 گانه خود که وقت ذکر میکنه، فرأيتها تنقسم 5 اقسام متساویه متفقه التقسیم غیر متنافیه. قسم اول جناب دکتر اینجا میگه که الاوامر التي امر الله تعالی عباده بها، در حالی که احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را اینجا جمع میکنن. باید میگفت که اوامری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با آنها امر کرده است. بله، چون نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، چیزی در بیان شریعت از پیش خود چیزی نمیگوید، هر آن چی هست وحی است که از جانب الله تبارک و تعالی وحی میشود. و همچنین آیه های متعدد قرآن کریم است که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که قل ان اتبع الا ما یوحى. بله. الیه، ما پیروی نمیکنم در کردار و در عمل کرده خود، در عمل دینی خود پیروی نمیکنم مگر چیزی که از طرف الله بر من نازل الله تعالی به ما وحی میشود، آنچه وحی شد من مطابق او روان نباشم. بله. به همین خاطر امام ابن حبان در اینجا اینجا خاطر لذا هر آنچه فرمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان الله تبارک و تعالی است، هیچ تمییز و تفکیک میان اینها وجود نداره. همین جاست که حدیثی که در سنن ابو داود و دیگر کتاب‌های حدیثی هست که میگه علی ان دوت القرآن و مثله معه، با خبر باشید که برای من قرآن و مانندی قرآن برای من
داده شده. بله. و همچنین نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد دیگری هست که میفرماید که در شکل یکی از احادیث که جزئی از اعجاز علمی به شمار می روند که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از گروه خبر می دهد که در آینده خواهند آمد و اونها راجع به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بینش ضعیف و نادرست خواهند داشت که بگن که قرآن کریم برای ما کافی هست یا همین چیزی که از حدیث مطابق قرآن بود ما میپذیریم و چیزی که در قرآن نبود ما از پیامبر نمیپذیریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن از قبول داریم و دیگه پیامایش از جانب الله بودن در دیگه پیامایش گویا ما قبولش نداریم. یعنی اینجا یک نوع تعرض است به صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بخشی از آنچه که رساندن راست بوده و بخشی از آنچه که رساندن در او راست بیانی نداشتن و ممکن که حقیقت نداشته باشه. معاذ الله و این یکی از خلل‌های مکتبی کسایی که خود قرآنیون میگویند یا حتی بعضی افراد دیگری که بعضی مذاهب دیگر خود نسبت میدهند، چی پرویزی ها و چی دیگرهایش. درست. خب در اونجا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که با خبر باشید که الا و انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. با خبر باشید که آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت او را بیان میکند در حدیث مانند آن چیز که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم حرمت او را بیان کرده. چون هر دو وحی الله تبارک و تعالی است، هیچ یکی از و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. الله تبارک و تعالی میفرماید ما اصلا پیامبر نفرستادیم مگر برای اینکه به اجازه الله از او اطاعت شود. پس اینجا گاه شانه خالی کردن به حساب از اینکه این در حدیث آمده پس جایگاه پایان تری داشته باشد. حتی این مسئله که در بعضی کتب اصولی روی او وارد میشوند و یعنی لبگشایی میکنن به گفته خودشان که آنچه که در قرآن کریم بود فرض هست و آنچه که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بود مظنون هست، یعنی مشکوک هست ثبوتش از شریعت، لذا او واجبش میگویم فرض نمیگیم. ابن حبان رحمه الله تعالی در تقسیمات خود این مطلب را نقد میکند. خب این یک نکته اساسی بود و همچنین اگر شما در اونجا بخونه در نواهی و دیگرهایش هم عینی مطلبه. بله عینی چیز است، عینی چیزا یادآور شده. بالکل. خب پس وقتی که صفحه 65 اگر برنامه‌اش بگذاریم، صفحه 65 بله جاوید جان صفحه 65 نشان که تا زمان ما بیان می‌کنیم. یک موردی تقسیمات ابن حبان رحمه الله تعالی چی بود که آیا امر برای فرض و وجوب هست یا امر برای استحباب هست یا امر برای ارشاد است، اباحت مباح بودن، بیان اباحت شیء، مباح بودن چیز و ارشاد و تعلیم هست. این یک موضوع هست. موضوع دیگری که ابن حبان رحمه الله تعالی باز داخلی از این سه نوع تقسیم کرده در نظر گرفتن. در نوع اول چندین وجوهی را در نظر گرفتن. آیا این امر که برای وجوب هست، وجوب برای فرضیت هست، این امر که فرض مطلق هست، چون ابن حبان رحمه کلمه فرض استعمال میکنه و اشاره به نقد دیدگاهی یعنی کسایی میکنه که امر پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به وجوب تحمیل میکنه تا که اونها از جا برداشت مجموعه امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بله درست. خب این ابن حبان رحمه در اینجا نکته دیگری را در نظر میگیره، نکته این که آیا این امر بالای تمام مخاطبین در تمام حالات یکسان هست، لازمی هست که هیچ مرحله و هیچ وقتی نداره که هیچ یکی از مخاطبین مستثنا شود، از او استثناء بوده باشن و راه شانه خالی کردن از او داشته باشن یا حتی در حالت عذر هم او را جواز ترکش برایشان اکراه و غیره برایشان هست یا نیست. این یک محور است. احادیث برای از او عنوان جدا میگذاره و برای اینکه گاه مثلا این امر بالای همگی یکسان بود اما
باز وجوه دیگری در نظر میگیره که آیا وقتی که این بالای همگی هست بله. هیچ یکی از مخاطبین از این استثنا نیست، آیا در وقت از اوقات هست که بعضی مخاطبین بنابر بعضی عذر، بنابر اعذار یا بنابر مجبوریت یا بنابر ترس و وحشت مجال ترک او را دارن، در اینجا میتونن که به عنوان تقیه و غیره که لازم میشه خطر جانش هست او را بگذاره یا نه. اونهایی که در اوامری که برای از اونها در هیچ وقت گذاشتنش روا نیست، اونها را دستبندی جدا میکنن. اونهایی که گاه یعنی در حالت مجبوریت میتونه که یک شخص بگذاره بر اساسی که خطری جانش بوده باشه و امثال این میتونه که بگذاره، این ها یک بخش جدا هستند و همچنان اوامری که و فرضها و واجباتی که به این حد سختگیری در اونها نمیشه، بلکه در حالات مجبوریت میتونه که در حالت مجبوریت شدید، نه در حالت خطر جان بوده باشه، مجبوریت و ضرورت شدید میتونه که او را به تأخیر باندازه یا که از او معاف بوده باشه. با اونهایی که در چنین حالت مجال ندارن، اینها هر یکی تقسیم های جدای خود میگیره. درست. یعنی ما یکیش ضرب دیگر بزنیم خیلی اقسام میشه. سپس ابن حبان رحمه الله تعالی در داخل از اینها نقطه دیگری را چیز میشه که آیا همیشه نصوصی که با هم ذکر میشوند احادیث و آیا آیات قرآن کریم که در اونها احکامی با هم متعدد پیوست با هم، یا اینکه نواهی احکام از اوامر یا از نواهی یک جا در یک آیت و در یک حدیث پیوست به هم ذکر می شوند، آیا همه اونها همیشه یک حکم می داشته باشند یا اینکه بنابر بیان و توضیحی که نصوصی دیگری در زمینه ارائه میکنه هر یک حکمی جداگانه خدا می داشته باشه. ابن حبان رحمه الله تعالی بالای هر یکی از اینها نوع گذاری میکنه که مثلا احیانا در یک حدیث 4 مسئله ذکر هست. یکیش از نوع اول هست که فرضی هست که در هیچ حال ترک او روا نیست. یکیش فرضی هست که در بالای بعضی مخاطبین هست، بالای بعضی نیست. و یا سوم فرضی هست که بالای همه هست اما در بعضی حالات از بعضی ساقط می شود. مانند حالت عذر و غیره که از مثلا نماز بگیریم بالای همه مکلفین هست و در بالای زنهایی که در حالت عذر هستند و از اونها در اون وقت ساقط میشه و امثالی از این. چهارمش مثلا یک حکمی هست که امری هست که در این حدیث آمده در پهلوی از اینها، اون برای فرض مطلق بالای همگی است، نه فرض برای بعضی است بلکه برای استحباب است یا احیانا برای اباحت. برای هر یکی از اینها توضیحاتی مفصل میده و برای ما این نقطه را روشن میسازه که همیشه دلیل اقتران یعنی یک جا مساوات حکم تقاضا نمیکنه، مساوات حکم تقاضا نمیکنه، بلکه هر یکی در ذات خود به اعتبار دیگر نصوص که در زمینه هست دیده و سنجیده میشه که کدام یکی در کدام مرتبه و مقام قرار داره. این اصلی معیار تقسیمات ابن حبان رحمه الله، یکی اساسی ترین معیار تقسیمات ابن حبان رحمه الله تعالی است که به این بر اساسی از اینها او کتاب خدا ترتیب داده و اقسام کتاب خدا نوع بندی کرده. پس داخل هر نوع چیزهای زیادی داره که باز بالا از عنوان گذاری های مثلا نوع اول که ذکر میکنه، بالا از او عنوان گذاری های مستقل خدا داره و ما بعد از اینکه از اینها پایان رسیدیم به او انشالله
رجوع میکنیم. درست. حالا در همین صفحه 65 بله نوع اول اگر بخوانیم، اینجا نکته خیلی مهمه که باید بینندگان عزیز متوجه از او بوده باشن و این مشهور اصولی را باید که مورد بازنگری قرار بدن که هر آنچه که در فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث آمده، یعنی سویه دومه نداره و ما برای از مثال های خواهیم ذکر کرد. لذا اول میخواین صفحه نشان بدیم؟ بله، که قول ابن حبان رحمه الله را اینجا نشان بدیم. بسیار خوب. جاوید جان لطف نموده صفحه مانیتوری مرا اگر نشان بدی. بله. خب میگه که قسم الاول من اقسام السنن و هو الاوامر. بله. قال ابو حاتم رضی الله عنه، ابو حاتم ابن حبان رحمه الله هست، میگه خطاب اوامر که در کلام مصطفی صلی الله علیه و سلم بود، اینها را ما بالایشان تدبر کردم، اندیشیدم. فرأیتها تدور على 100 نوع و 10 انواع. دیدم که اینها بالای 110 نوع میچرخند. درست. که هر یکی از پیروان سنت بالای اول واجب است، لازمی هست که ان یعرف فصولها، این که تفاصیل او را باید بدانه، و هر منسوب به علم باید که به جوامع که در جوامع علوم جامعی که در او هست توقف بکنه، واقف شوه و آگاهی پیدا کنه. لئلا یضع السنن الا فی مواضعها تا اینکه سنن نگذاره مگر در جایش سنت هست که در هیچ، یعنی آنچه که در حدیثی هست که بالای تمام مخاطبین در همه حالات فرض است، بدون اینکه هیچ نوع مجال استثنایی داشته باشد فرض است. او را میگذاره من حیث حدیث گفته یا که این مثلا در حدیث آمده میگذارش در جای دیگری درست دیگره، یا اینکه آمده ذکر مستحب در کنار واجب، امری که به استحباب هست در کنار امری که به وجوب هست، هر دویش یک حکم یا اینکه هر دویش استحباب یا که هر دویش، و این چی می باشه در مجال در واقعیت امر خود اشتباه می باشه. درست. خب بعد از او چی میگه؟ فاما النوع الاول من انواع الاوامر فهو لفظ الامر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الاحوال. لفظ امر است که بالای مخاطبین فرض است. متوجه به نکته هو فرض بوده باشه. بله. که ابن حبان رحمه الله تعالی در اینجا اشاره میکنه به نقد اون اتجاه تعریفات اصولی که دقیق نگر نیستن، چون در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اوامر زیاده آمده که جزئی از فرایض حتمی هستند و همچنین نواهی زیاده آمده که جزئی از محرمات قطعی هستند، جزئی از مکروهات نیستن. به طور مثال ما میتونیم که ذکر کنیم ازدواج با، مثلا در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده ازدواج با خاله زن و با عمه زن در حضور خواهرزاده یا که برادرزاده است، او که در عصمت نکاح شخص بوده باشه. این به اتفاق همه که علمای امت چی هست؟ حرام قطعی هست و این در یک خبری واحد آمده، حتی خبری متواتر هم نیست. پس اینجا یعنی گفتم در این مسئله اصل ائمه اتفاق نظر دارن و این تمام تعریفات اصطلاحی که بر آنها اشکال هست و بعضی منسوبین به بعضی مذاهب اونها را به خود نسبت میدن، به خود لازم گرفتن، اینها همگی وارداتی هستند که بعد از آلوده شدن تعدادی از منسوبین به این مذاهب و مذاهب کلامی که هدف مذاهب کلامی چی معتزله و جهمیه و فلاسفه یونان و آنهایی که از آنها متأثر شدن و بعداً مانند اشاعره و ماتریدیه و کلابی که بودن در همش در مجموع، هدفشان از این تقسیمات و توضیحاتی که رخ میکرد اتجاهی از اونها بود که جایگاه سنت
هم نشان بدن و درجه اعتباری احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را پایان‌تر حساب بکنن تا اینکه آن احادیثی که در تعویلات و توجیهات و تحریفات از اونها سد راه واقع می شود و در حضور از اونها نمیتوانند که به هدفشون خود برسن، توجیهات نادرست خود بر آیات و همچنان دیدگاه های نادرست خود در مسائل دینی را بنیادگذاری بکنن و مدلل عرض کنن. درست. پس وقتی که نمیتونن این احادیث مانع اونها میشد، چاره اجازه نیافتن که حیثیت شکنی احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جایگاه تنقیص و تقلیل جایگاه احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را محور کاری خود قرار بدن و از طریق ورود به اصول فقه و احیانا به بعض نوشته های اصول حدیثی سموم خدا وارد بکنن و مطالبی که از راه مستقیم نمیتوانستن وارد بکنن از این طریق وارد کردن. خب اینجا چی بود؟ هو لفظ امر هو فرض على المخاطبین کافه. بله. لفظ امری است که فرض است برای تمام مخاطبین فی جمیع الاحوال، در تمام حالات و فی کل الاوقات و در تمام اوقات و زمینه ها، حتی لا یسع احد منهم الخروج منه بحال، تا اینکه برای هیچ یک از اونها مجال خروج از او نیست. و این عبارت است از ایمانیاتی که در احادیث آمده، قرآن و احادیث آمده، آنچه که بعد تصدیق باورهای قلبی انسان تعلق داره، در هیچ حالت مجال تردد و مجال گوشه‌گیری و گوشه اختیار کردن از او وجود نداره. و میتونه چیزهای تفصیلی زیادی داره که ابن حبان رحمه الله در اونجا بیان میکنه. زیری ازی باز بابها و تفاصیل زیادی داره که ما به طور نمونه شاید که چند تا از اونها را در وقتش بگیریم. بله. این نوع اولی از بله، این نوع اولی از انواع اوامر بود. درست. نوع دوم الفاظ الوعد التي مرادها الاوامر باستعمال تلك الاشياء. نوع دوم الفاظ وعده هست. این بیان میکنه که لفظ امر نیست، بله، اما توبیخ هست در او. آمده توبیخ که اگر چنین نکردید این عواقب شوم در قبال شما خواهد بود. متوجه عواقب شوم این کوتاهیتان بوده باشه. میگه الفاظ وعد هست التي مرادها الاوامر. الفاظ وعده است که مرادی از اونها فرمان به استعمال همون چیزها هست. در اونها وعده داده شده یا وعید شده و هدف او چی است که باید اون چیزها را انجام بده. نوع سوم لفظ الامر الذي امر به المخاطبون في بعض الاحوال لا الكل. بله. لفظ امر هست، مخاطبین به او امر شدن ولی در بعضی از حالات، نه در تمامی حالات. تمام مخاطبین به او امر شدن ولی در بعضی حالات، نه در تمامی حالات. نوع رابع مثلا لفظ الامر الذي امر به بعض المخاطبين في بعض الاحوال لا الكل. لفظ امری که بعضی مخاطبین در بعضی حالات به او امر شدن، نه تمام مخاطبین. درست. مانندی زکات. مثلا زکات برای اغنیا است، بالای اغنیا به او حکم شده و در صورتی که نصاب تکمیل بکنه، سوم 1 سال هم بگذره، 1 سال هم از سرمایه دار شدنش، حصول سرمایه ایش بگذره، یعنی این سرمایه 1 سال در ملکیت او سپری کرده باشه. درست. مأمون و محفوظ بوده باشه تا به 1 سال. خب
نوع پنجم الامر بالشيء الذي قامت الدلاله من خبر ثان على فرضيته وعارضه بعض فعله ووافقه البعض. امر به چیزی که دلیل از حدیث دوم قرینه به این قایم شده که قرینه به این آمده که این فرض است. از حدیث دوم اینجا امر شده، از حدیث دوم قرینه آمده که این باید فرض بوده باشه. ولی بعضی فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با او معارض آمده و بعضی فعلش موافق آمده. پس در اونجا حکم از فرضیت پایین میاد. ولی حالا در تفاصیل او تشریحات میده، ولی یک حالت نیست، حالت های مختلفی است، متعدده داره و در مجموع یعنی وقتی که به این شکل بود عموما یا ندبه به خود میگیره یا اینکه حالات استثنایی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در بعض حالات می بوده باشه و در بعض حالات ضرورت ها و مجبوریت های به عنوان عذر در اونجا تخصیص دهنده فرمان می بوده باشن. تا حالات مختلفی خدا داره که گفتم زیر هر نوع ابواب متعددی به شمار داره و زیر هر باب که ذکر میکنه احادیث که عنوانهای کوچکی سیومی هست، یعنی زیر نوع زیر تقسیم. مثلا ابن حبان رحمه الله اول تقسیم هست، زیر تقسیم مثلا بخش اوامر 110 نوع عنوان عمومی داره، زیر هر نوع عنوانهای گویا بگیم دسته دوم داره که مثل ابواب عمومی. درست. پس زیر هر یکی از اونها مثل فصول شاید داشته باشه، شکل عناوین فرعی داره که توضیح دهنده باب قبلی می بوده باشه و احیانا این عنوانهای فرعی و عنوانهای یعنی مرتبط به علم علل و نقد تعلیل یکی از علما مثلا بالای حدیث و نقد اشکالی که مثلا احیانا بعضی ها برای صحت حدیث وارد میکنن بنابر روایت دیگره و امثال این حتی چیز می باشد، یعنی عناوین فرعی نقد علل و مؤید صحت اون چیزی که آورده در مواردی که حدیث نسبتا گهگاه معلم بوده باشد نزد بعضی علما و غیره، به این هم عنوان گذاری داخل عنوان های کوچک عنوان گذاری ها داره. درست. و پس عنوان های ابن حبان رحمه الله تقریبا 4 تا 5 دسته عنوان می باشند. نوع ششم لفظ الامر الذي قامت الدلاله من خبر ثان على فرضيته. لفظ امری که دلیل قائم شده، دلیل ثابت شده از خبر دوم، یعنی قرینه از خبر دوم ثابت شده بر فرضیتی. اینجا هم نکته‌ای که اینجا هست چی است؟ کلمه فرضیت است. فرضیتی، یعنی ابن حبان رحمه الله تعالی در آنچه در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الزامی و قطعی بالای امت، بالای بشریت حکم شدن، هیچ تمیزی نمیکنه بیان او حکم و حکمی که در قرآن کریم آمده چون رسول الله صلی الله علیه و سلم مبین قرآن کریم و وحی الهی و مبین شریعت و دین الهی هست. چی در قرآن کریم به عنوان یک امری مطلوبی قطعی آمده باشه یا در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ تفاوتی با هم نمیکنه و هیچ تفاوتی با هم نداره. منتها در قرآن کریم هم اوامری هست که برای فرضیت نیست، برای وجوب قطعی نیست، و اوامری هست که برای استحباب و ارشاد هست. همچنان در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به همین منوال اوامری هست که برای استحباب و یا برای ارشاد و بیان اباحت هست. هیچ فرقی در اصل این وضع ندارن. آن چیزی که تمیز میکنه بیان
دیگر نصوص یا قرائنی که در اون نص وجود داره. درست. میگه که قد يسع ترك ذلك الامر المفروض عند وجود 10 خصال معلومه، که گاه در صورت موجودیتی 10 خصلت معلوم که موجود بود، ترک اون امر مفروض جایز می باشه. درست. و اصلا امر لازمی هست، ولی حالات استثنایی داره که در اون حالات شخص میتونه که او را بگذاره و فرضیت او از شخص ساقط میشه. فمتى وجد خصلة من هذه الخصال العشر، پس هرگاه یک صفت از این صفت ها یافته شد، کان الامر باستعمال ذلك الشيء جائزا ترکه، ترک اون امر چی می باشه؟ جایز می باشه. و متى علم هذه الخصال العشر، و زمانی که این 10 خاصیت و این 10 حالت و صفت معدوم بود، نبود، امر به استعمال او چی می باشه؟ واجب می باشه. به همین منوال نوع هفتم به شکل جناب دکتر بریم 110 نه اینجا چیز نمیگیم، اما اصولی که بیان میکنه شاید که 10 و 11 بعد او را ترک میکنیم. تا 10 و 11 را میرین؟ شاید یگان تیشه میرویم یا همیشه. خب النوع السابع، نوع هفتم که ذکر میکنه، به خاطر که یعنی معیارهای ابن حبان رحمه الله روشن شود برای ببینید که با چه معیارهای تقسیم بندی داره. درست. حالا الامر بثلاثه اشیاء مقرونه فی اللفظ، چیزی که در نقطه دومی ما اشاره کرده بودم، بلکه در نقطه سومی اشاره کرده بودم با این امر به 3 چیز یک جا ذکر شده در لفظ. الاول منها فرض يشتمل على اجزاء و شعب تختلف احوال المخاطبین فيها. اولی از اونها فرض است که مشتمل به بخشها، جزها و شاخه هایی است که احوال مخاطبین در اونها مختلف می باشه. بله. اولش است فرض است. درست. اما اجزا و بخش‌های مختلفی داره که با اختلاف مخاطبین مختلف حکمی از اونها بالای مخاطبین مختلف متفاوت می باشه. درست. یک جز یک مخاطب در برابر از او مکلف حتمی می باشه، مخاطب دیگر معذور می باشه، مخاطب دیگر در بعضی حالات استثنایی برای از او می باشه. درست. والثاني ورد بلفظ العموم والمراد منه استعماله في بعض الأحوال. لا امر دوم به لفظ عام آمده، اما مراد از او استعمالش در بعضی از حالات هست. لأن رده فرض على الكفایه، و خاطر که اون به فرض کفایه برمیگرده. درست. این دوم هم فرض هست اما فرض کفایه هست. هر دویشون در یکیش فرض عین هست، یکیش فرض کفایی هست. هر دوشون در یک نص ذکر شدن. و الثالث امر ندب و ارشاد. سوم امر ندب و ارشاد امری است که برای استحباب و راهنمایی هست که این کار اگر انجام شود بهتر هست، ثوابی زیاده با خود خواهد داشت. اما مخاطبین با او بالای مخاطبین واجب نیست که با ترک او چی باشن؟ گناهگار باشن. درست. نوع هشتم هم شبیه به همین هست که امر به 3 چیزی که در لفظ یک جا آمدن. اولی از اونها فرض از بالای مخاطبین فی بعض الاحوال، در بعضی حالات بالای مخاطبین فرض هست. و الثانی فرض علی المخاطبین فی جمیع الاحوال، دومی فرض از بالای مخاطبین در تمام حالات. و سوم امر است برای اباحت نه برای حتمیت. حالا اینجا یک نکته را متوجه بوده باشین که در نوع هفتم کی بود؟ اولی فرض بود، دومی فرض کفایی بود. در اینجا اولی فرض است در بعضی حالات، یعنی یا فرض کفایی یا این که مقید با قید و
شرط های مثلا مانند فرضیت زکات گفتیم بله. در بعضی حالات بالای بعضی ها. دومیش چی بود؟ فرض در تمام حالات هست. یعنی اینجا ایره هم بیان میکنه که همیش اول ذکر شده در نص سه امری که با هم ذکر میشن اولش مهمترینش اولی او نمی باشه بلکه گاهی نمی باشه. نه وقتی که میگه که اولش چی است؟ فرض در بعضی حالات است و دوم فرض در تمامی حالات که یعنی در هیچ حالت گذاشته نمیتوانند. این نکته گویا در ذهنها تصحیح میکنه ابن حبان رحمه الله که همیشه هر چیزی که اول ذکر هر چیزی که اول ذکر شد دلیل این نیست که مهمترین باشه، اما هست ممکن مهمتر چیزی بعدش دوم بوده باشه و ما ای که مهمتر اول هست یا دوم هست ایره از الفاظی که در او حدیث ذکر شده در اون نص ذکر شده و همچنان بیانی که در دیگر احادیث و در دیگر نصوص آمده از او ما میتونیم که درک بکنیم و بررسی کنیم. اجازه میتین یا میریم برای نوع بعدی؟ بله. چیز نمیگه دیگر هایش تقریبا شبیه به همی هست. اکثر شبیه به همین چیزها هست و مخاطبین وقتی که راه برایشان انشاءالله رحمان بینندگان عزیز روشن شده و میتونن که بخوانن. خیلی خواندن از اینها برای یک طالب علمی که یک آموزنده که میخواه فقه احادیث و فقه اصولی احادیث تطبیقی باید بیاموزه خیلی مهم هست و قسمی که ابن حبان رحمه الله خودش گفته وقتی که کسی که اینها را دقیق میخونه بدون ای که فقه احادیث آموخته باشه نمیتونه که این کتاب کاملا بفهمه و آخر برسه. تشکر جناب دکتر. اجازه بدین میریم به سراغ یک میان برنامه. بیننده های عزیز یک میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و برمیگردیم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع منهج امام ابن حبان رحمه الله در صحیحش خدمت شما هستیم. البته تقسیماتی که امام ابن حبان رحمه الله کرده در کتابشان خیلی پیچیده است. جناب دکتر سعی میکنن که این پیچیدگی را کم بکنن تا ما بفهمیم که امام ابن حبان رحمه الله در کتابش بر کدام اعتبار تقسیماتی انجام دادن. جناب دکتر، انواعی را که شما از قسم اوامر ذکر کردین و اعتباراتی را که امام ابن حبان در تقسیم بندی قسم اوامر انتخاب کرده، میرین طرف انواع بعدی یا اینکه برای انواعی که ذکر کردین مثال ذکر میکنین؟ اگر انواع اخیری همین قسم اول اگر به طور نمونه‌ای ذکر کنیم، بله، و اینکه مثال هم برای اینها بوده باشه باز. بله. خب نوع اوله میخواین که مثال ذکر بکنیم؟ نه، همین انواع بعدی را که صفحه 76 بریم. درست. انواع اخیری همین نوع همین قسم اوامر که هست. درست. 76 نوع التاسع و التسعون است. بله. بله. تا که نوع 110 میشه و به عنوان نمونه هایی هست که ما با قبل ایران میتونه که مثلا نوع 99 الفاظ اوامر منسوخه. الفاظ اوامری هست که جاوید جان لطفاً صفحه منتر نشان بدین. بله 99 است. بله، الفاظ اوامری هست که منسوخ هستند. نسخت بالفاظ اخرى من ورود اباحه على حظر او حظر على اباحه. بله. با الفاظ دیگری منسوخ شده. بله. از قبیل ورود اباحت بالای چیزی ممنوع، یا اینکه ممنوع بالای چیزی، ورود منع بالای چیزی که یعنی یک چیز اول ممنوع بوده اباحتش آمده، یا مباح بوده پس آن ممنوعیتش آمده. امر بوده و چیز اوامر است که منسوخ شده،
بوده اول مباح بله منع شده، بله توجیه بوده به جوازی او درست منعش آمده، یا اینکه اما منع بوده از کار بله و چی شده اصلا حکم به جوازش اباحت آمده. درست پس در اینجا این نکته را بیان میکنه که همیشه هر امری که مثلا ما میبینیم، قسمی که عبدالله بن وهب رحمه الله تعالی از امام مالک و از لیث بن سعد رحمه الله حکایت میکنن، میگه که اگر مالک و لیث بن سعد الله تبارک و تعالی برای ما برابر نمیکرد، فکر میکردیم که هر آنچه که در امری که آمده واجب در قرآن و در سنت دیگر واجب العمل است، به او باید عمل میشه. اونها برای ما توضیح دادن که چیزی در اینجا ناسخ و منسوخ داره، چیزی در اینجا مطلق و مقید داره، اینجا تخصیص عام هست و تقیید مطلق هست. این چیزهایی هست که حتی گاهی است که لفظ خاص ذکر میشه و اما حکمی او عام هست، گاهی لفظ عام ذکر میشه و حکمی او خاص می بوده باشه. پس این چیزهایی است که الله تبارک و تعالی میگه با او آره نگه داشت. درست. النوع السادم بله. الامر بالشيء الذي هو المستثنى من بعض ما ابيح بعد حظره. بله. امر به چیزی که او مستثنا شده از بعضی آنچه که مباح ساخته شده بعد از ممنوعیتش. یعنی آنچه که در اصول فقه برای میگن که امر به چیزی هست بعد از ممنوع شدن او، یا که به کلی همون مسئله، یا اینکه به جزئی از او منع شده و بعد از او امر آمده. در اینجا امر عموما چی می باشه؟ برای اباحت و ند می باشه. قسمی که در اصول فقه الامر بعد الحظر، امر بعد از ممنوعیت چی می باشه؟ دلیلی اباحت است. قسمی که میگه که الله تبارک و تعالی میگه و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از لباس احرام حلال شده خارج شده شکار بکنین، پس شکار بکنه. اینجا حکم شکار برای وجوب و فرضیت نیست، برای اباحت و ارشاد که حالا تا اینکه ممنوعیتی که بود تا به این لحظه تمام شد، برداشته شده. درست. و همچنان مسئله روز جمعه و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، وقتی که نماز ادا شد، نماز جمعه ادا شد، پس در زمین منتشر شوه و در تلاشی رزق باشید، روزی پیگیری تلاش روزی را بکنه. در اینجا این امر واجب نیست که حتما باید هر کس بعد از نماز جمعه فوراً منتشر شوند و دنبال کار کسبی روزی بروند، بلکه میتونه که بروند، میتونن که نروند، میتونه که نبروند. امر در اینجا چی است؟ اباحت است. چون همه کارها برای نماز ممنوع قرار داده شده. درست. نوع 101 الامر بالاشیاء التي نسخت تلاوتها و بقي حکمها. امر به چیزهایی که تلاوتش در قرآن کریم منسوخ شده ولی حکمی از اونها باقی هست. یعنی اینجا اشاره میکنه به چیزهایی که در قرآن کریم امر به اونها بوده ولی تلاوت اونها چی شده؟ منسوخ شده، اما حکمی از اونها با بیان سنت باقی هست. مانند حکمی رجم شیخ. رجم. النوع الثاني والمئة النوع 102 الفاظ اوامر اطلقت بالفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها. الفاظ اوامری که با الفاظ پیوست به هم ذکر شدن بدون اینکه حقایق از اونها مراد بوده باشه. یعنی امر به انجام کار در اونها نیست. درست. بلکه در ضمن به عنوان مجاور یک لفظ دیگر در پهلوی یک امری که حکمی در او هست، الفاظ هم پایه و هم معنای او ذکر شده. مراد از اونها چی نیست؟ ادای کار و عمل مجددی دیگری
نیست، بلکه همون چیزی که اصل در او فرمان هست مراد در این اوامر او می باشد، دیگرهایش تأکیدات برای حکم اصلی می باشند. یعنی چندین امر که آمده همگی از اونها چیز ندارن، همگی از اونها موردی تطبیقی نداره. خب بعد از او نوع 103 میگه اوامری که هدف از اونها امر بها قصدا لمخالفت المشرکین، برای به هدف مخالفت مشرکین به اونها امر شده و اهل کتاب. پس در اینجا خودشان در اصل جزئی از اباحت دارن، برنامه های چیز نبودن، اما وقتی که آمد موضوع مشابهت با کفار و مسئله مهمی که در اینجا داریم و یک نوع ویژگی خاصی که در برنامه استقلالیت فرهنگی و ثقافتی باید که جامعه اسلامی از لحاظ فرهنگ و ثقافت کلی خود، چی از ساختار لباس تا ساختار دیزاین شکل و صورت و نماد و چی لباس و چی اصطلاحاتی که استعمال میکنن باید با استقلالیت پیش بره. و به طور مثال ما میتونیم که مسئله بسیار استعمال عام از بعضی خوشنیت ها داره، بله، که متاسفانه بنابر خوشنیتی خود جزئی از خدمتگزاران به نشر ثقافت و فرهنگ غربی شدن. استعمال مثلا کلمه دموکراسی به معنای آزادی و دموکراسی اسلامی، حالا که در اسلام کلمه های بدیلی هست. مثلا الله تبارک و تعالی زمانی که صحابه کرام در خطاب با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کلمه انظرنا راعینا را استعمال میکردن. کلمه راعینا حالت ما را مراعات کو و در اینجا تخفیف برای ما بکن، صادر که و تخفیف باید داشته باشه. در زبان عربی راعینا با استعمال صحابه هیچ معنای مشکل شرعی نداشت، هیچ معنای غلطی نداشت. هیچ معنای مورد ملاحظه نداشت. اما زمانی که در اینجا تبعیت فرهنگی می آمد به یهود، چون اول که این را استعمال کرد یهود و یهود در این مرادی نادرستی داشتن. این کلمه عربی استعمال کردن، کلمه انگلیسی و فرانسه نه، کلمه عربی بود. یلوون السنتهم، زبانهای خدا کمی دار میدادن میشد از راعینا چوپان ما، یعنی چوپانک بیا پیشی چوپان من برای از پیش چوپان برای، یعنی اینجا نوع استهزاء به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. کلمه را با یک ایماله دیگر با معنای دیگری اونها استعمال میکردن و اصل استعمال آمد از اونها به شکلی که استعمالشان بود که اکثرا متوجه نمیشدن. لذا اونها استعمال الله تبارک و تعالی با مسلمان ها در اینجا اصل گذاشت که باید که استقلالیت فرهنگی و ثقافی خدا حفظ بکنه که لا تقولوا راعینا نگویه و قولون ضرنا، کلمه بدیل ای را استعمال بکنه که حالت ما را مد نظر بگیر، حالت ما را مد نظر بگیر و ما را مورد نظر، سختی ها و مشکلات ما را مورد نظر داشته باشه. پس اینجا الله تبارک و تعالی توجیه میکنه به چیز؟ به استقلالیت فرهنگی مسلمان ها از دیگرها و این اوامری که هم در اینجا هست قصد مخالفت مشرکین هست، آنچه که از خصوصیت های مشرکین حساب میشه و یک استعمال خاصشان و چیزی که با او شناخته میشن یا چیزی از استعمالات مذهبی و فکریشان هست و یا
چیزی از ایدئولوژی و ایده های ساخته خودشان هست، چون مانند دموکراسی و لیبرالیستی و آتئیستی و غیره چیزهایی که اونها با وجود آوردن و هر یک انحرافاتی خود داره و بعضی ها بنابر یا ساده‌ای بگویم یا غلط فهمی بگویم یا که ضعفی فهمی دینی به این فکر شدن که ما میتونیم که از طریق استعمال دینی و لفظ برای اسلام خدمت بکنیم. پس اونها نوشتن چیزهایی به نام دموکراسی اسلامی یا سوسیالیستی اسلامی، بنابراین اشتراکی فیل اسلام و غیره، بعضی در مرحله و دموکراسی اسلامی و غیره. حالان که دموکراسی یک نظام کفری است، آورده کفر با مفاهیم کفری و با معیار دشمنی با حاکمیت الله تبارک و تعالی. هر آنجا که دموکراسی بود، دموکراسی با معنای معروف و مورد تطبیقش در همه دنیا و معنایی که برای از او تأسیس شده هست لغو حاکمیت الله تبارک و تعالی و الغای قوانین الهی، الغای اعتبار قرآن کریم، احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بالاتر از او الغای انسانیت و اخلاق انسانی و الغای عفت و پاکدامنی. این معیارهای اساسی هست که برای دموکراسی وضع شده و بیچاره ها به دور از اساساتی که شریعت گذاشته با خوش باوری های خود یا با غلط باوری های خود نشسته جزی از خدمتگزاران برای دموکراسی شدن که حتی در گزارش کمیته روندای امریکا تصریح کردن که در قسمت هایی که ما سیکولار و لیبرال شخصی خود نداشتیم، کتابای از اینا را باید نشر بکنیم تا اینکه اقل راه برای ما هموار میسازه، مردم برای پذیرش کلمه دموکراسی و مفهوم دموکراسی آماده میکنه. بعد از باز ما وارد میشیم. پس اینجا اگر از دیگر جهت متوجه خلل نشدن، باید از این نقطه متوجه خلل خود بوده باشن که جزء از همین روی کرد و روندی که اینها انتخاب کردن، اگر با حسن نیت انتخاب کردن، اما این جزء از برنامه مورد نظری غرب قرار گرفته و به این معنی است که این اشتباه خاص خدا داره، غلط هست و اشتباه هست، ورنه برنامه خدمتی برای غرب نمی بود و اونها از استقبال نمی کردن. البته نه که در پذیرش اسلام، در زدن و سرکوبی اسلام و جایگزین ساختن دموکراسی کفری خود و نظام های کفری خود به جای اسلام. خب پس از موضوع چیزی بیرون شدیم، میریم به نوع 106. الأمر الذي أمر لعلة معلومة فارتفعت العلة وبقي الحكم على حالته فرضا إلى يوم القيامة. امری که معلول به علت بوده، بنابر علت، بنابر یک سبب اون امر شده، ولی اعتبار همون علت برداشته شده یا که علت خودش از بین رفته، اما و بقی الحکم علی حالته فرضا الی یوم القیامه، اما حکم با حالت خودش تا بروز قیامت باقی است. مثالش رملی که در طواف هست، پهلوان گردشی که در جریان طواف با علتی نشان دادن قوت برای مسلمان برای مشرکین بود و همچنان حکم غسل جمعه به علتی گرمای وقت بود و لباس هایی که می پوشن از اونها بوی میامد، اما حکم علت برداشته رفع شد، اما حکم باقی است و مثال های به شمار دیگر. نوع
نوع 107 الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم ثم عطف بالزجر عن مثله. اینجا که مسئله خیلی دقیق تری را یادآور میشه که میگه امر شده به چیز به سبیل ندب، بنابر یک سببی که پیش از او آمده، بنابر یک عارض، یک سببه که قبل از انجام این امر تطبیق این امر چی میشه؟ به وجود می آید. سپس عطف بالزجر عن مثله، عطف شده به جمله بعدی، عطف به او آمده، در جمله بعدی منع شده، توبیخ شده از ارتکاب مثل او، توبیخ شده از ارتکاب مثل او. لیکن مراده السبب المتقدم، مراد از امین منع از اون امری که بر سبیل ندب هست، مراد از این منع از او امر نیست، بلکه مراد از چی است؟ منع از همون ارتکاب علت است. درست. علتی که این امر باعثی به عنوان کفاره باعثی ورود امر شده دیگه. درست. یا ولا نفس ذلك الشيء المأمور به، مراد از این منع علت هست، نه مراد از ارتکاب علت. من از ارتکاب علت منع شده، نه از چیز، از امری که به او فرمان داده شده. مثالی از این ما میتونیم که حدیثی که از کی هست؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمد که در حالت رکوع هستن، از پیش دروازه رکوع کرد، همون نیت کرد رکوع کرده، در حالت رکوع خود به صف رساند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که لا تعود، بار دیگر به ارجو نکن. در اینجا امر به نهی و منع از نکردن به این معنی نیست که دوباره به نماز نه یا این که به صف پیوست نشوی، بلکه مراد از این از همون سبب اولی که بود، اشتباه اولی که بود که قبل از صف سجده کرده بود، قبل از صف به نماز داخل شوی، باید که خود به صف برسانی، پیوست به صف باید بعد وارد نماز شوی. خود از اونجا چیز کرد و از اونجا تا به این صفحه راه گشته آمد، از این او را منع کرد، نه از اصلی پیوست شدن به نماز. یعنی این مثال تقریبی هست، نه مثال واقعی این مسئله. درست. نوعی 108 هست امر به چیزی که قرینه به شرط معلوم، با یک شرط معلوم یک جا ذکر شده. مرادی از او از زجر عن ضد ذلك الشرط الذي قرن بالامر، مراد از او منع از ارتکاب ضد همین شرط است که امر با او پیوست ذکر شده. میگه در صورتی که این کار انجام داده، در صورتی که این کار انجام داده این امر هست. پس در اونجا از ارتکاب ضدی از او شرط، یعنی هدف از این امر منع از ارتکابی مخالفتی هست که باعث این جریمه یا این کفاره می شود. درست. نوع 109 و 110 هم از جمله انواع جالب هست که میگه که الامر بالشیء الذي قصد به مخالفت اهل الكتاب، امر به چیزی شده و مراد از او مخالفت اهل کتاب هست. قصدی از او امر است که با برنامه‌های اهل کتاب، با روش‌های اهل کتاب چی باشه؟ مسلمان مخالفت کنن. یکی از جمله مقاصد دین هست که استقلالیت فرهنگی و اجتماعی مسلمان ها نسبت به قد خیر المأمور به بین اشیاء ذوات عدد بلفظ مجمل، در او امر مأمور یعنی مکلف انسان مسلمان در میان چندین چیز به لفظ مجمل اختیار داده شده. درست. ای را انجام میتی یا او را انجام میتی یا دیگرش انجام میتی، منتها امی عمل کرده که اهل کتاب انجام میته ای را
نکن. ما سوای از هر آن یکیش که انتخاب میکنی برای تو اجازه است. اجازه. ثم استثنی من تلك الاشیاء شیء، سپس باز این چیزها ذکر شده لیکن از میانشان یکی از اونها استثناء شده بنابر نص دیگره یا که در همون حدیث یا در حدیثی نص دیگره. فزجر عنه، پس از او در میان از اونها چی شده؟ توبیخ شده و منع شده. پس در اینجا ما نمیتونیم که قول ما گوینده پای محکم کرده استاد باشیم که در این حدیث همه این چیزها یک جا ذکر شده و اختیار داده شدیم. پس این به چیز است مطلقاً همشان یکسان جواز داره. نه میگیم که ما نص دیگری هست، دلالت شرعی دیگری هست که بیان میکنه که یکی از اینها استثناء پیدا کرده، پس اون حکمی جداگانه داره بعد از اینکه در هم حکمی اونها بود. و بقیت الباقیت علی حالها مباحا استعمالها، که باقیشان برای ما حالشان باقی میمونه، استعمالشان مباح است. یکی از اونها ممنوع میشه، یعنی نوع استثناء پیدا میکنه و تخصیص از میان از اونها پیدا میکنه. و نوع دهم هم هست 110 که الامر بالشیء الذي مراده الاعلام بنفی جواز استعمال ذلك الشیء لا الامر به. به چیز امر میشوه اما مراد از او امر چی هست؟ اعلام بنفی جواز استعمال ذلك الشیء. بله، با خبر ساختن از منع جواز استعمال او، نه امر به او. منع جواز استعمال از او، این مطلبش این هست که میگه امر شده به چیزه، بله. هدفش امر به او نیست بلکه هدفش منع از او هست. با صیغه امر آمده اما هدفش منع کردن از او چیز است، منع از او هست، نه ای که هدفش از او امر به انجام او باشه بلکه امر به عدم انجام او هست که باید که انجام داده نشوه. ماننده مثلا اجتنبوا الرجس من الاوثان. اجتنبوا صیغه امر هست و در اینجا از منع میشه از بت پرستی و خیره. پس این انواعی هست که در خفایای این و در آن چیزی که ما گذاشتیم علومی بیشماری هست که میتونه که هر عنوانی از یک برنامه میخواد شرح داده شود. بله، یک برنامه نشد که برنامه های زیاده خوب برای از او برنامه خاص شرح صحیح ابن حبان میخواه. درست است. حالا انشاءالله الرحمن از این نمونه به طور نمونه‌ای تقریب شده باشه برای اذهان سامعین. انتقال بکنیم به قسم دوم. به نوع بعدی میرین. بله. اوامر نواهی. یا اینکه برای اینا مثال ذکر میکنه. اگر مثال ذکر بکنیم در همین نوع اول میمانیم و اگر لازم بوده باشه مثال هم ذکر میکنیم چون مثال هم میآید. درست است. میریم به قسم بعدی پس. یعنی اگر مثال لازم باشه، اگر مثال ذکر میکنیم بر چند تاش مناسب میشه تا که بنده عزیز ما بفهمن تقسیماتی که امام ابن حبان رحمه الله در کتابش کرده واقعا خیلی دقیق هست، باریکی های خیلی زیادی داره، هر نوع با نوع قبلی تفاوت های بسیار اندکی داره که فقط خبرگان یا طلاب علم حدیث میتونن که به اون نزدیک شون و پی ببرن. البته جناب دکتر سعی میکنن که با یک نوعی به اذهان سامعین خود این نزدیک بسازن، انشاءالله که در این کار موفق شده باشن. مثال ذکر میکنین؟ مثال برای نوعی اول اگر مثال ذکر بکنیم تا اینکه خوب است چیزهایش هم معلوم شود. درست. صفحه چند است؟ صفحه 119. صفحه 119. جاوید جان بیا طرف صفحه 119 مانیتوری مرا اگر نشر بکنی. صفحه 119 است. النوع الاول اینها. قبل از او اگر عنوان عمومیش اگر برنامه‌اش بگذاریم. بله. القسم الاول من اقسام السنن. بله. وهو الأوامر من جماع أنواع الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 110 أنواع. بار دیگر رحم بار دیگر تکرار میکنه. درست.
خب النوع الاول از منها اقسام 5 گانه اوامر است و او را بله. به اکثر 10 نوع بله تقسیم میکنه. النوع الاول منها، نوع اول از اینها قسمی که در اونجا در گویا ابن حبان رحمه الله در مقدمه کتاب خود بله همین انواع تمام انواع به حساب طور فهرست گونه بله مجرد انواع اونجا ذکر کرده بود تا به اینکه خواننده وقتی که میخونه از مقدمه برداشت بکنه که چی به چی داره درست است. روی میاره. ولی برای هر نوع بله النوع الاول منها درست. النوع اول هست لفظ الامر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الاحوال. لفظ امری که فرض است برای مخاطبین، برای تمام مخاطبین فرض هست. کافه همه مخاطبین فی جمیع الاحوال، در تمام حالات. بله. هیچ نوع استثنایی نداره. و فی کل الاوقات و در تمام وقتها، در تمام حالات و در تمام وقتها. یعنی حالات شخصی خودی از اونها مربوط به خودشون و تمام اوقاتی که هست. درست. حتی لا یسع احد منهم الخروج منه بحال، تا اینکه برای هیچ یک از اونها راهی خروج باقی نیست در هیچ حالت، در هیچ صورت. درست. زیر از ذکر میکنه حدیث اول که هست اخبارنا الحسن بن سفیان سندش ذکر میکنه هست. بعد از حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه است که بله وفد عبد قیس نزد رسول الله صلی الله علیه و آمدن و گفتن یا رسول الله ان هذا الحي من نار. و در اینجا میگه نبی اکرم صلی الله علیه و میفرمایه که میگه امرکم باربعین، شما را به چند چیز؟ به 4 چیز امر میکنه. الایمان بالله، ایمان به الله تبارک و تعالی. بله. ایمان به الله تعالی چیه؟ شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و ان تؤدوا خمس ما غنیمتم و انهاکم، اینجا چیزی منعش است. و انهاکم عن الدباء والحنتم والنقير اونش مربوط ما نیست. بله اون مربوطی باز بخشی نواهی است. درست است. یعنی این حدیث باز در قسم نواهی هم به همین شکل شاید ذکر میکنه. اگر عموما کوشش میکنه ابن حبان رحمه الله میگه کوشش میکنه که حدیثی بدیل اونجا ذکر بکنه مگر اینکه مخرج برای او نباشه، نبود باز اونجا تکرار میکنه. لذا میگه کوشش میکنیم که تکرار کمتر باشه. درست. میگه بعد از او اینجا امر به چی است؟ ایمان به الله تبارک و تعالی. حالا ایمان به الله تبارک و تعالی در هیچ حالت مستثنا نیست، استثناء نداره. تمام مخاطبین مکلف هستند، تمام بشریت مکلف هست که باید چی باشن؟ الله تبارک و تعالی ایمان بیارن. از او آیاتی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان استدلال میشه. ایمان یعنی در حالت ایمان اگر قلبی باشه باید که ایمان قلبی در تمام حالات باید که باقی بمانه. حتی در حالتی که مجبور میشه و با زبان اگر چیزی با زبان بیان میکنه، بله، در حالتی که خطر جانش هست و خطر مرگ و غیرش هست، در اون صورت بازم باید ایمان قلبیش باقی باشه. ایمان قلبی باید در همه حالات باقی باشه. و با این عنوان ابن حبان رحمه الله تعالی یک آنچه که نزد اصولی های شوافع معروف هست او را نقد میکنه که میگه ما من عام الا وقت خص عنه بعض. من اینجا عام هست که آمینو ایمان بیاره و از اون هیچ نوع تخصیص نداره. آمینو بالله و رسوله، با الله و رسولش و چه ایمان بیاره. خب بعد از اون حالا نمونه برای عنوانهای جانبی. خب اینجا برای نوع اول مثال فقط همین جزء اول حدیث بود. بله جزء اول حدیث، بعد جزء دومش بیانگری از زکات اونا شامل نیست. اینها اجزایش هست، اجزایی که مربوط به او هست، اجزایش هست که باز در اونها حکم مخاطبین متفاوت هست. اسمی که بابی دیگر ذکر کرده بود. بله یعنی این به دلالت میکنه که امام ابن حبان رحمه الله تقطیع هم نمیکردن حادثه. نه عموما مثل امام بخاری رحمه الله تقطیع کلی نداره مگر اینکه حدیثی خیلی طولانی بوده باشه که مطلبی خود از او. حالا اینجا برای نوع اول اگر الایمان بالله شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، یعنی بخش استدلالشون فقط همین جزء حدیث است. بله درست. حالا در
عنوان دوم چی میگذاره؟ ذکر البیانی. ذکر البیانی. حالا این عنوان جانبی زیری همین عنوان و مربوط است. بله درست. ذکر البیانی بأن الایمان والاسلام اسمان لمعنى واحد. ذکر بیان ای که ایمان و اسلام هر دوش یک چیز دو نامی برای یک معنی هستند. یعنی باید که مثلا یک شخص در حالی که تصدیق داره تسلیم هم باور داره که می حق هست، خدا باید به او تسلیم هم بکنه. یعنی هر دویشان لازم هست که ابن حبان رحمه الله این نکته رو میخواد که تثبیت بکنه. یعنی تنها باور محض، باور مجرد کفایت نمیکنه در ایمان. باور با تسلیم. یکی مرحله تطبیق هست، یکی تسلیم قلبی که عمل قلب هست. این افزون به چیز است. و یعنی اینجا میخوان بگن که ایمان و اسلام دو نام بر یک چیز است. بر یک چیز است. حالا برای استدلال میکنن. اصلا در اینجا که آمده بود الایمان بالله، یعنی عنوانی که گذاشتن ایمان و اسلام یک چیز است. حالا درست است که یک چیز است؟ بله، وقتی که یک جا ذکر شوند اینجا با هم تفاوت می داشته باشند. در یک نص که با هم ذکر شد ایمان به معنای اعتقادیات می باشه و اسلام به معنای تطبیقات عملی. اما در صورتی که جدا جدا ذکر شد، ابن حبان رحمه الله امیر بیان میکنه که وقتی که جدا جدا ذکر شد اسلام شامل ایمان و عقاید و عملیات می باشه و ایمان شامل عقاید و عمل هر دویش می باشن. جدا جدا ذکر شد یکی می باشن. هر جدا جدا ذکر شد در نصوص هر دویش مراد می باشه. هر کدامش ذکر شد دیگرش شامل میشه. مراد میشه. اینطور است که در نصوص قرآن کریم مثلا ذکر اسلام آمد ایمانیات و عقاید مراد نباشه، یا که ذکر ایمان آمد و تسلیم شدن گردن نهادن به او ایمانیات و عمل به مقتضیات او مراد نباشه. چنین نیست. ابن حبان نوازی استدلال میکنه، میگه که حدیثی که زیر ذکر میکنه، میگه حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنه است که میگه رسول الله صلی الله علیه و شنیدم که گفت بنی الاسلام علی خمسین، اسلام بر 5 چیز بنا شده: شهادت لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صیام رمضان و حج البیت. حالا بالایش الایمان چی تشریح داده شده بود؟ شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و تعدد خمس ما. اون هم ایمانیات، ایمان دقیق با چی تشریح داده شده بود؟ با تطبیق عملی مأمورات شرعی. از این دو تا اصطلاح ابن حبان بعد از بیان میکنه. قال ابو حاتم هذان خبران خرج خطابهما على حسب الحال. این دو حدیثی هستن که خطابی از اونها مطابق حالت صادر شده. لأنه صلی الله علیه و سلم ذکر الایمان ثم عده 4 خصال. زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان را ذکر کرد، سپس برای او چند صفت یادآور شد؟ 4 صفت. ثم ذکر الایمان و عده 5 خصال. سپس اسلام ذکر کرده در این حدیث دوم و برای او چند صفت ذکر کرده؟ 5 داره. وهذا مما نقول في كتبنا بأن العرب تذكر الشيء في لغتها بعدد معلوم ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه. و این چیزی هست که ما در کتابای خودمان بیان میکنیم که عرب یک چیزی را یادآور میشه در لغتش با یک عددی معلوم و معین، اما مراد او عدد ذکر میکنه مرادش نفی زائد بر او عدد، یعنی هدف حصر کردن عدد نیست. بله، حصر عدد نیست، بلکه توضیح تمثیلی هست. درست. یعنی با مثال توضیح. ولم يريد بقوله صلی الله علیه و آله ان الايمان لا يكون الا ما عد في خبر ابن عباس. میگه نبی اکرم صلی الله علیه و آله در گفتار اولشان مرادشان اینه بود که ایمان جز همین 4 چیز دیگر چیزها نباشه. لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم في غير خبر أشياء كثيرة من الإيمان. زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و آله در احادیث زیادی دیگر، در احادیث متعددی دیگر چیزهای زیادی را ذکر کرده جزئی از ایمانیات و اونها نه در حدیث ابن عباس آمدن نه در حدیث ابن عمر. حالا تشریح متعیره: ذکر البیان بأن الایمان والاسلام
شعب و اجزاء غیر ما ذکرنا فی خبر ابن عباس و ابن عمر بحکم الامینین محمد و جبریل علیه السلام. درست. اینجا باز مثلا حدیث طولانی جبریل ذکر میکنه. عمر حدیث جبریل ذکر میکنه که اسلام هم شرح داده و ایمان هم شرح داده. ایمانیت شرح داده. در اینجا چون هر کدام یک جا ذکر شده، هر کدامش تفسیر جداگانه داره. بالاخره تابعی که در شرح ایمان ذکر شده ارکان ایمانی، ارکان ایمان ذکر میشه و ارکان اسلام. بله، ارکان ایمان و ارکان اسلام. چیزهای هم از زواید ذکر میشه که چیزی از اعمال عامه هست، چیزی از ارکان نیست. درست. خب بعد از او بابی دیگر میگذارد ذکر البیان بان الایمان بكل ما جاء به المصطفى صلی الله علیه و سلم من الایمان. بان الایمان بكل ما جاء به المصطفى من الایمان. بله. خب این بیان میکنه که ذکری بیان این که ایمان به هر آنچه که از مصطفی صلی الله علیه و سلم به ما به عنوان تعلیم و هدایت نامه میآید، او ایمان آوردن به او جزئی از ایمان هست. ایمان آوردن به تمام چیزهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما میرسه جز ایمان است. اگر ما ایمان نآوردیم، اگر چیزی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، بله، به ما رسید، ما او را قبول نکردیم یا که ایمان مجمل به او نداشتیم که هر آنچه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میآید حق است و بالای ما مطابق حکم او درست لازمی هست. مثلا حکم او اگر وجوب بود واجب، اگر رکن بود رکن، اگر مستحب بود مستحب، مباح بود مباح. هر آن حکمی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای او داده بود، پذیرفتن او حکم و پذیرفتن بیان رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای ما من حیث یک مسلمان و امتی محمد صلی الله علیه و سلم لازمی و ضروری هست. این ایمان مجمل علی الاقل در قلب هر بنده در همه حالات باشه، در همه حالات که هیچ حالات استثنا نداره جست لازمی هست. بعد از حدیثی را ذکر میکنه از ابو هریره رضی الله عنه که میگه امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. با ما حکم داداشتم که با مردم بجنگم. اقاتل این یک نکته هست که کلمه اقاتل با اقتل که بعضی ها برداشت میکنن فرق داره. بله. اقاتل جنگ با کسی میکنه که در مقابل استاد میشه و مواجهه میکنه. درست. و لازم نیست که حتما کشته شوی یا که بکشی. ممکن که او دستگیر شوی و یعنی پیامبر امر به کشتن نشدن، درست است؟ بله، اینجا امر به جنگیدن در برابر معارض شده تا اینکه جلوی جنایت که پیشه او را بگیره. بعد میگه که ما به پایان رسیده همین حدیث با فاذا شهدوا ان لا اله الا الله و آمنوا بی و بما جئت به، اینجا نکته استدلالش است. بله. پس وقتی که با این که جز الله معبودی بر حق و سزاوار عبادت نیست و به این شهادت دادن و به ما ایمان آوردن و بما جئت به و به ما یعنی موصوله در اینجا و به هر آنچه که ما او را به عنوان دین آوردم. عصموا منی دماءهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی الله. بعد از او باز باب دیگری در مربوطات ای داره تا اینکه میره و تا به اخیر. تشکر. تمام این چیزها تشریحاتی هست که بابهای ضمنی که ضمنی همون باب نوعی اول تا اینکه به نوع دوم انتقال بکنه و به نوعهای بعدی. تشکر، جزاکم الله خیرا جناب دکتر مبارز. بیننده عزیز، البته موضوع این هفته ما باز هم منهج امام ابن حبان رحمه الله در صحیحش بود که تقسیم های پنجگانه که امام ابن حبان رحمه الله کرده بود. قسم اول او اوامر بود. اوامر باز ابن حبان رحمه الله به 110 نوع تقسیم میکنه و برای هر نوع عنوان علایده میگذاره و تحت هر نوع عناوین ضمنی یا فرعی جداگانه میگذاره و باز تحت هر عنوان فرعی احادیث را ذکر میکنه که برای او چند مثالی از کتاب امام ابن حبان رحمه الله خدمتتان عرض کردیم. امیدوار هستیم که از این بحث استفاده برده باشید و طریقه عرض کردن و تقدیم کردن احادیث توسط امام ابن حبان رحمه الله را پی برده باشید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم